با سلام خدمت همه دوستان عزیز، من امیر هستم. اینجا هم تا با یه ویدیو از بازی رزیدنت ایول 4 ریمیک بازی رو واسه دوستان عزیز راحت تر کنم. خب عزیزان، شما زمانی که این قسمت روستا رو میخوان رد کنین با موجی عظیمی از روستاییان روبرو میشید. خب شما اینجا بهترین کار اینه که شما خودتون رو زودتر به اون برج برسونید. خب شاید خیلیا بگن که ما اون قسمت رو هر زمان که رفتیم زیر پامون خراب شده و افتادیم پایین. یک نکته ای داره این قسمت، شما زمانی که رفتین بالا، الان این قسمت رو میبینید، من خودم هم امتحان کردم. خب شما زمانی که رسیدین بالا از جای نردبون به سمت گیاه نرین، همون قسمت وایسین، زیر پاتون دیگه خراب نمیشه. و خب روستایی هم که بهتون حمله میکنن، خوبی که داره این قسمت یکی یکی میان به سمتتون و خیلی راحت میتونین با شلیک به سرشون یا بندازینشون پایین یا هم از بین میرن همون لحظه و دیگه اینجا گلوله زیادی مصرف نمی کنید و زمانم به نفعتون سریع رد میشه. میبینین که گیاه هم اون کناره، تا زمانی که ما به سمتش نریم زیر پامون خراب نمیشه. واسه اون دوستان عزیزی که میخوام بازی رو با درجه سختی های بالا رد کنن خیلی به کارشون میاد. خب دکتر سولی جونم اومدش، چه چشای خوشگلی هم داره. یه خوبی که داره این قسمت، تا قبل از اینکه دکتر سالوادور بیاد به شما حمله کنه زنگ به صدا در میاد و از شر روستایی ها راحت میشین. بله میبینید که زنگ به صدا در اومد و دیگه با دکتر سالوادورم قرار نیست بجنگیم. خب این قسمت رو میبینیم که به راحتی رد میشه. الانم این قسمت میریم داخل رو میبینیم که هنوز سالمه و خراب نشده. از زمانی که به سمت گیاه بریم اون زمانی که زیر پامون خراب میشه. خب عزیزان، امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده و لذت رو ببرید. تا یه ویدیو دیگه، خدایا رو نگهدارتون.